سلام بچه ها، خوش اومدید به ویدیو جدید یوتیوبم. منو سابسکرایب کنید. زبونمو در قبلتون گفتم و شما از من گفتن، از شما نشنیدن. ویدیو امروز موضوعش چیه؟ بچه ها، این اتفاقی که برای خودم افتاده و خب گفتم خیلی لازم دونستم که به شما هم بگم. بیشتر این ویدیو به درد کسایی میخوره که هنوز راهشون رو انتخاب نکردن. البته ممکنه تو هر سنی این اتفاق برای شما بیفته. موضوع امروز چیه؟ نظرات دیگران چطوری و به چه راحتی مسیر زندگی ما رو عوض میکنه اگه حواسمون نباشه. ببینید، شما وقتی که سنتون پایین تره، خب مخصوصا 18-19 سالگی احساس میکنی که عقب موندی و همه دارن یه کاری رو انجام میدن و شما هنوز نمیدونی که باید چی کار بکنی، توی چه مسئله خوب هستی، علاقت چیه و احساس میکنی عقب موندی، غافل از اینکه اون دیگرانی هم که دارن کاری رو انجام میدن شاید مورد علاقه خودشون نباشه و بهشون تحمیل شده باشه از طریق دیگران. من چند سال از زندگیمو اینطوری هدر دادم. خب بچه بودم و میدیدم که اطرافیانم، دوستای همسن خودم، یکی کلاس آشپزی میره، یکی کلاس طراحی میره، یکی کلاس عکاسی میره، حتی بعضیا 5-6 تا کلاس رو با هم هندل میکردن. یکی داشت دیپلمشو میگرفت و برای دانشگاه اقدام میکرد، یکی ازدواج کرده بود و من هیچ کاری انجام نمیدادم و دانشگاه هم نمیخواستم برم و من همه ذهنم درگیر بود که خب آینیک تو میخوای چی کار بکنی؟ همه دارن یه کاری انجام میدن و من نمیدونستم تو چه کاری خوب هستم، به چی علاقه دارم و منتظر بودم که یکی به من بگه چی کار باید بکنم یا من برای چه کاری ساخته شدم. یکی از دوستام در واقع به من گفتش که آره تو باید یه حرفه یاد بگیری، این همه ناخونکار، این همه نمیدونم مژه کار، برو یاد بگیر، پول توشه، درآمدش خوبه، چرا هیچ کاری انجام نمیدی؟ واسه خودت یه کاری دست و پا کن. حالا ایشون بالای 30 سالش بود و من تحت تاثیر همین حرف کوچیک، چون من با این آدم ارتباط داشتم و این مدام تو گوش من میخوند که تو باید یه کاری بکنی، یه مدرکی بگیری، نمیشه که هیچ کار نکنی. اینقدر تو سر من خوند که باید تو بری تو حرفه آرایشگری که من رفتم و کلاس شینیون، میکاپ عروس و یه دوره دیگه ثبت نام کردم و چقدر من اذیت شدم بچه‌ها، چقدر برای من هزینه گذاشت. فکر کن مشکل مالی داری ولی باید بری وسایل میکاپ عروس تهیه بکنی، وسایل شینیون تهیه بکنی، وسایل کامل آرایش، چون یه دوره عمومی کاملا برداشته بودم. اینا رو من تهیه کردم. شهریه کلاس ها رو پرداخت کن، شهریه های آنچنانی، و بعد خود کلاس ها رو شرکت کن. هوای گرم، هوای سرد، بدون وسیله، اسنپ بگیر، برو بیا برو بیا برو بیا، تو کلاس ها شرکت بکن. در نهایت هم آموزشگاهمون خیلی ما رو اذیت کرد تا بهمون مدرک بده، یعنی هی امتحانات رو برگزار نمی کرد و خلاصه ما با دعوا و اعصاب خوردی مدرکامون رو گرفتیم. ولی اون مدرک به هیچ درد من نخورد، بین المللی ها، ولی مال من نیست، برای کرکتر آینیک نیست. اون یه مسواکی بود که یک نفر دیگه به زور کرد تو حلق من. میدونی چی میگم؟ و شاید 1 سال 2 سال از عمر منو گرفت. من چون بچه بودم نمیدونستم که برای چه کاری ساخته شدم یا چه کاری رو دوست دارم یا هدفم چیه. اولین نفری که به من یه پیشنهاد داد استقبال کردم و رفتم و بعداً با استفاده از اون مدرک ها اصلا من دوست نداشتم جای کار بکنم چون علاقه ندارم و اون مدرک ها رو پوسیدم گذاشتم کنار تو کمد و الان اصلا نمیدونم کجاست.
این که میگن، من زمانی که بچه تر بودم همه میگفتن تو فقط مدرک بگیر، اصلا مهم نیست مدرک چی، تو فقط مدرک بگیر یه روزی به دردت میخوره. نه بچه ها، نه، الکی مدرک جمع نکنید، الکی حرفه‌های مختلف رو یاد نگیرید، به هیچ دردتون نمیخوره. مسیرتون رو مشخص کنید، در اون مسیر قدم بردارید و حرفه‌ای که لازمه برای همون یاد بگیرید، یعنی بهش شاخ و برگ بدید، ولی از این شاخه به اون شاخه نپرید، تو هر چیزی یه انگشت کوچیک نزنید، یه حرفه رو انتخاب کنید برید تهش رو در بیارید. اوکی، من مدرک میکاپم گرفتم، وقتی علاقه ندارم، ببین هر چیزی آپدیت میشه، خلاقیت میخواد، هی جدید و جدیدتر میشه. الان از موقعی که من کلاسام تموم شده مدرکمو گرفتم 1000 مدل آرایش جدید و میکاپ ها و شینیون های جدید اومده، من یه دونش رو هم بلد نیستم و هیچ تلاشی هم نمیکنم یاد بگیرم چون علاقه ندارم. الکی مدرک جمع نکنید. فقط تنها چیزی که به نظر من همه باید، یعنی سرمایه گذاری کردن روی این مورد برد هست، زبان انگلیسیه. زبان انگلیسی شما در هر حالتی یاد بگیرید چون به دردتون خواهد خورد حتما، ولی بقیه چیزا این که همه میگن نه حالا تو اینو یاد بگیر اون مدرکشو بگیر، نه اصلا این چیز نیست. شاید هم به من اینا رو میگفتن دوران ما تو مدرسه ما و شرایط به این شکل بود که میگفتن مدرک بیشتر موفقیت و پول بیشتر. علاقت رو پیدا کن، چون وقتی به چیزی علاقه داشته باشی بچه ها میری دنبالش، تکنیک های جدید و خلاقیت خودت ایجاد میکنی، سعی میکنی بهترین تو بذاری و در واقع تو برای پول کار نمیکنی، برای علاقت داری کار میکنی. بله، اگر حواستون نباشه و هدفی برای زندگی نداشته باشید، تحت تاثیر حرفای دیگران خیلی راحت مسیر زندگیتون عوض میشه، خیلی راحت مسیر زندگیتون عوض میشه و شما حتی متوجه نمیشید که توی مسیری رفتید که برای شما نبوده، پیشنهاد یه نفر دیگه بوده و شما وارد این مسیر شدید، هزینه کردید، وقت گذاشتید، عمرتون رو گذاشتید و در نهایت که اون کار رو به اتمام رسوندید دیدین اصلا من چرا این کار کردم، حیف یه دقیقه وقت که من برای این مسئله گذاشتم، من اصلا این نه سلیقه من بوده نه علاقه من بوده، این حرف یه نفر دیگه بوده. راهی که میرید با چشم باز انتخاب بکنید، مطمئن بشید که انتخاب خودتونه، انتخاب مادر، پدر، دیگران و سلیقه بقیه نیست که به زور کردن تو حلق شما. تو چی میخوای؟ تو، نه دیگران، نه مادرت، نه پدرت، نه خانوادت، خودت چی میخوای؟ میری سراغ اون، همه اطلاعات رو کسب میکنی، خودتو آپدیت میکنی، خلاقیت تو کارت ایجاد میکنی، تلاش میکنی و بوم تو تبدیل به بهترین میشی. ولی از این شاخه به اون شاخه پریدن اشتباهه بچه ها. البته ممکنه که گاهی یه راهی رو برید و ببینید خب اون به شما نمیخوره، برگردید، اصلا اشکالی نداره. اگر شما توی مسیری هستید و اون مسیر رو دوست ندارید، نگید دیگه دیر شده، از من گذشته، حالا که من 5 سال واسه این کار وقت گذاشتم. نه، یک بار زنده ای، نمیخوای اون کاری که دوست داری انجام بدی؟ حالا 10 سال گذشته یا 5 سال یا 20 سال، یه جایی هم دنده عقب بکشی و برگردی به مسیر مورد علاقت بد نیست. فقط خواستم بهتون بگم که اشتباه من رو نکنید. هر از چندگاهی از خودتون بپرسید این همون مسیریه که من میخواستم همیشه؟ این همون آرزوهامه؟ یا آیا کسی جایی به من تلقین کرده من حواسم نبوده؟ آیا این پیشنهاد کسیه یا من دارم راه خودم رو میرم؟ اینو هر از گاهی از خودتون بپرسید و اینکه دوستتون دارم. سابسکرایب کنید، لایک کنید، نظرتون رو هم واسم بنویسید. خدافظ.